گوش کن مرا کودکان را چای پای کردی؟ ها مردک چایشون کردم انیس جان چای خوردین آخی؟ تو چی نوربان؟ خوردی اون چی؟ خندتون بزن انا گوش کنین ابه چیت خوراوین ها؟ ابه چیت خوراوین بای خیلی خولیگانی نکنین فهمیدی انیس ها؟ گوش که با زنک لبای مردک تو بسیار گناه کردی میدونی ها برای چی؟ چوه مردم خیلی چوه نمیشه که همین سحر روز خطی بخزی حالی را آب بزنی یا در تریزه را هوی مانی ساعتی 6 سحر باید وظیفه زنک همین که بخزن باید در تریزه را هوی مانه یا برکت یا باد و هوا یا چیز بود را میفهمی هیچی هم نباشه باید برکت باشه کو یا نه 2 روز شد مگه پیش ما رو میگیره مردک پشیمون میشه مردک پشیمون این برای چی پشیمون میشی؟ اوخه میگی در روی که تریزه روی که برکت بود رویا بله برکت بود روی باید او مردک ها در روی میمونا بجای برکت بود رویا عظیم همسایه میدرویا عظیم؟